مسئله رفع تنش در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان در مینسک بررسی شد. شکایت مهاجران تاجیک از بدرفتاری پلیس در قزاقستان. لایق رجبوف هم غلبه به دست آورد و هم در تیکداون رکورد گذاشت. در نشست سران واحدهای نظامی نیروهای مسلح کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در مینسک پیشنهادها برای رفع تنش در مرز تاجیکستان و قرقیزستان تهیه شده است. والری روینکو یاور وزیر دفاع بلاروس آید به همکاری‌های بین‌المللی نظامی در صحیفه توییتری خود نوشت که در جلسه پیشنهادهای رهبران وزارت‌های دفاع برای رفع تنش در مرز قرقیزستان و تاجیکستان شنیده شد. گفتنی است روز 1 مارس در مینسک جلسه کاری سران واحدهای همکاری‌های بین‌المللی نظامی نیروهای مسلح کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی برگزار شد. جانب بلاروس سمت‌های افضلیت‌ناک ریاست خود را در سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در سال 2023 اعلان کرد. بلاروس در زمان ریاستش در سازمان پیمان امنیتی دست جمعی می‌خواهد به حل وضع بحرانی و پیشگیری ناآرامشوی من بعد منطقه سازمان پیمان امنیتی دست جمعی بلند برداشتن آمادگی جزء اتم‌های قشون‌ها و نیروهای دست جمعی به اجرای وظیفه‌های پیش‌بینی شده، تحکیم همکاری‌های حربی تکنیکی، بلند برداشتن اقتدار اینستیتوسیونالی سازمان در ساحه اطلاعاتی تحلیلی اهمیت جدی دهد. وزیر دفاع بلاروس ویکتور خرینین که در این نشست سخنرانی می‌کرد اعلان کرد که قرار است روز 25 می در مینسک جلسه شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی برگزار شود. گفتنی است در نیمه ماه سپتامبر سال 2022 در مرز میانی تاجیکستان و قرقیزستان در نتیجه زدوخوردهای هر دو جانب زیاده از 100 نفر کشته تقریبا 400 نفر جراحت برداشتند. قریب 500 خانه استقامتی و دیگر انشاءاتها تخریب شد. در جریان یک عملیات در قزاقستان به خاطر پیشگیری از مهاجرت غیر قانونی ده‌ها مهاجر تاجیک را تفتیش و بازداشت و در اتاق‌های تنگ و بدون شرایط نگاه داشته‌اند. این حادثه روز 21 فوریه ماه گذشته روی داده است و کمش 52 نفر را به ماشین‌ها بار کرده برده‌اند. آنها را در بازداشتگاه در شرایط بد و با شکمی گرسنه چند روز نگاه داشته‌اند. یک مهاجر به رادیوی آزادی گفته است 52 مهاجر در اتاق شب را روز می‌کردند که اصلاً برای 16 نفر پیش بینی شده بود. یک نان و یک کاسه خوراک را باید 4 کس با هم می‌دیدند. پلیس شهر المعاتا روز 27 فوریه امسال در سامانه اش درباره عملیات مهاجر و نتیجه‌های اولینی نظررس خبر داد. در آن گفتند که در دوام 4 روز 689 نفر را به گناه نقض قانون‌های مهاجرت به جوابگری مأموری کشیده 83 نفر را از کشور راندند. نوار چگونه بیرون کردن زیاده از 30 مهاجر تاجیک و ازبک از این کشور نیز در همین سامانه نشر شده است. گفتنی است قزاقستان بعد از روسیه کشور دومی مهاجر پذیر از تاجیکستان است. گفته می شود تعداد مهاجران تاجیک در قزاقستان نکم از 100,000 نفر است. لایق رجبوف ورزشکاری معروف تاجیک در دایره مسابقات تشکیلاتی UFC برابر غالب آمدنش در اولین رقابتش در UFC 11 پرتاب موفق هم انجام داد که رکورد دانسته می شود. در این باره صحیفه رسمی تشکیلات UFC در توییتر خبر داده است. گفته می شود تا این دم یگان ورزشکار در وزن سبک در اولین رقابتش 11 پرتاب موفق تیکداون انجام نداده است. اولین رقابت لایق رجبوف در دایره مسابقه UFC 285 مقابل ورزشکاری بی‌باخت آرژانتینی استیبان ریباویچ برگزار شد. رقابت شب 4 و 5 مارس در تالار تی موبایل در لاس وگاس آمریکا برگزار شد. رجبوف با قرار همه داوران به استیبان ریباویچ غالب آمد. باید گفت که ورزشکاری آرژانتینی تا این دم 11 رقابت گذرانده در همه آنها غالب شده بود. لایق رجبوف باشد در کارنامه ورزشیش 17 غلبه و 4 باخت دارد. لایق رجبوف دومین ورزشکار از تاجیکستان است که در تشکیلات معروف UFC برآمد می‌کند. یک هفته پیش نورالله علیف ورزشکار دیگری تاجیک در UFC برآمد کرده غلبه به دست آورده بود.